در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر حصار با مقصد آگاهی هرچی بیشتر جوانان از تاریخ و فرهنگ نیوگان و بلند برداشتن معرفت سخنوری خوانندگان مؤسسه محفل علمی فرهنگی شاهنامه‌خوانی برگزار گردید که در کار آن نمایندگان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر حصار اشتراک و سخنرانی نمودند. در افتتاح محفل مسئولان راجع به مقام منزلت شاهاثر بی‌زوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه و نقش آن در ادبیات عالمشمول خلق تاجیک سخنرانی نمودند. ابراز گردید که یکی از اقدام‌های شایسته و نجیبی که در زمان صاحب استقلالی کشور روی کار آمد این است که از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان 5 دکبر سال 2023 ضمن سخنرانی در سمپوزیوم بین المللی علمی به افتخار 115 سالگی علامه باباجان غفورов به خاطر آگاهی هرچه بیشتر مردم از تاریخ و فرهنگ و تمدن اجدادان دستور داده شد که شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی چاپ و به تمام مردم مملکت دسترس شود. چطوری که از نظم خوانی شاگردان مؤسسه دولتی ما برخوردار گشتید، امروزها در مؤسسه دولتی تعلیمی مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بالای قد در شهر حصار محفل‌های گوناگون آغاز گردیدند و در قطار محفل‌های دیگر محفل توانا بود هر کی دانا بود که به شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده است عمل می کند. در این محفل خوانندگان مکتب درباره شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی از داستان‌های شاهنامه اثرهای ناتکراری فردوسی طوسی را از بر نموده با آهنگ‌های دلربا و آواز فارم مطالعه و زمزمه می کنند. فردوسی طوسی از زمره بزرگترین نمایندگان ادبیات کلاسیکی فارس و تاجیک است که مردم را به مهر وطن و وطن دوستی دعوت می کند. چطوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان پیوسته شاگردان را تقویت می دهند، دستور و سپارشان می دهند که از نظم عالمگیر ادبیات کلاسیکی تاجیک برخوردار باشند. در اصل وصف وطن در شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی به اوج اعلای رسانیده شده است و فردوسی طوسی فرموده نگه کن بدین لشکری نامدار جوانان شایسته کارزار ز بهر بر و بوم و فرزندی خویش زن و کودکی خورد و پیوندی خویش هم از سر به سر تن به کشتن دهیم از آن به که کشور به دشمن دهیم. در دوام محفل از جانب خوانندگان مؤسسه با مهارت بلند از شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی داستان‌ها قرائت کرده شد. چو آمد به نزدیک سر تخ شست مدهمه که از سال شد مرد مست به جای اینانم از سال داد سال پراکنده شد مال و برگشت حال همان دیدبان بر سری کوهسار نگیرد همه لشکری بیشمار گراینده دو تیزنوی نوند همان شست خبت خواه کردش ببند سراینده زی آواز برگشت سیر همان لحنی بلبل هم آوازی شیر چو برداشتم جای 58 نگیرد بجز یاد تابوت و دشت دریغ آن گل و مشک و خوشابی سی همان تیغ برنده پارسی خیرت افسری شهریاران بود خیرت زیوری نامداران بود خیرت زنده جاویدانی شناس خیرت مایه زندگانی شناس خیرت رهنمای و خیرت دلکشای خیرت دست بگیرد به هر دو سرای خیرت تیره و مردی روشن روان
نباشد همه شادمان یک زمان. با گفت مسئولان مکتب پرزیدنتی شوق و هوس محصلین مکتب به آموزش این شاهسر به‌نهایت زیاد است و آنها تصمیم دارند در برابر دائمی نمودن محفل شاهنامه‌خوانی همچنین آزمون‌های گوناگون را درباره داستان و قصه های شاهنامه میان خوانندگان به راه مانند.